افراد موفق میدانند که وقت تنها منبع محدودی ما انسان‌ها در زندگی است. آنها وقت را غنیمت می‌شمارند و برای استفاده بیشتر از آن از متدهای مدیریت زمان استفاده می‌کنند که در این نوار ما می‌خواهیم برای شما عادت‌های روزانه افراد موفق را شرح دهیم. زیرا افراد موفق به آسانی به موفقیت نرسیدند و برای خود برنامه‌ریزی‌های دقیق و درست داشتند. اگر بتوانید از عادت‌های روزانه افراد موفق تجربه بگیرید و برنامه روزانه خود را تکمیل و آماده کنید، حتما موفق خواهید شد. اگر می‌خواهید شما هم یک فردی نمونه و موفق شوید، باید برنامه‌های افراد موفق را تجربه کنید. یکم، بیشتر افراد موفق دنیا صبح زود از خواب بیدار می‌شوند. در حقیقت این کار به آنها کمک می‌کند بدون نگرانی برای تمام کارهای خود وقت داشته باشند. علاوه بر این، کارهای اکثر مردم در صبح‌ها بیشتر از شب است. دوم، زیاد مطالعه می‌کنند و کتاب می‌خوانند. آنها می‌دانند برای پیشرفت کردن نیاز به اطلاعات دارند. به همین خاطر سعی می‌کنند همیشه مطالعه داشته باشند و اطلاعات تخصصی خود را بالا ببرند. سوم، در مورد کسب خود اطلاعات کسب می‌کنند. دنیا این روزها با سرعت زیاد در حال تغییر است. افراد موفق سعی می‌کنند با آموزش اطلاعات هر روز در مسیر پیشرفت قرار بگیرند و از دنیا عقب نمانند. چهارم، هر روز 15 تا 30 دقیقه درباره برنامه‌شان فکر می‌کنند. یکی از مهمترین عادت‌های روزانه افراد موفق فکر کردن است. آنها از اهمیت این موضوع باخبرند و برای فکر کردن به مشکلات و راه حل آن وقت می‌گذارند. پنجم، آخر هر روز نتیجه های روزی خود را می‌نویسند. با این کار مطمئن می‌شوند که در مسیر موفقیت قرار دارند. نوشتن نتیجه ها و خواندن جمله های انگیزشی به انگیزه گرفتن و برنامه‌ریزی بهتر کمک می‌کند و افراد موفق این موضوع را به خوبی می‌دانند. ششم، حفظ سلامتی بدن از اولویت‌های این افراد است. به همین خاطر حتما هر روز زمانی را برای ورزش کردن اختصاص می‌دهند. ورزش هم شادابی آنها را افزایش می‌دهد، هم سلامتی بدنشان را تنظیم می‌کند. هفتم، علاوه بر تمرینات بدنی ذهن خود را هم تمرین می‌دهند. پیشرفت کردن نیاز به ذهن سالم دارد. افراد موفق برای تقویت پیشرفت خود تمرین‌های مختلفی می‌کنند. آنها مشکلات مختلف را یک فرصت برای افزایش کار مغزی خود می‌بینند. هشتم، با افراد الهام بخش و موفق ارتباط می‌کنند. حضور افراد موفق به هر کس انگیزه و انرژی می‌دهد. این افراد می‌توانند الهام بخش باشند و مسیر رسیدن به موفقیت را هموارتر کنند. به همین خاطر ارتباط با افراد الهام بخش جزو از عادت‌های روزانه افراد موفق محسوب می‌شود. نهم، به دنبال هدف‌های خود می‌روند. افراد موفق اهمیت هدف گذاری را می‌دانند. به همین دلیل تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدف می‌کنند. آنها می‌دانند این هدف‌ها هستند که آنها را به موفقیت رساندند. دهم، به اندازه کافی می‌خوابند. خواب و استراحت کافی از نیازهای طبیعی هر انسانی است. برای داشتن یک روز مفید باید به اندازه کافی استراحت کرد. به همین خاطر افراد موفق همیشه به داشتن خواب مناسب توجه می‌کنند. 11، فقط از یک طریق درآمد کسب نمی‌کنند. قرار دادن کل سرمایه و انرژی روی یک بازار کار عاقلانه نیست. افراد موفق هیچ وقت تمام سرمایه خود را روی یک بخش نمی‌گذارند و در چند بازار فعالیت می‌کنند. 12، از عامل‌های سرخوشی دوری می‌کنند.
سعی میکنند به دوری از عامل‌های سرخوشی مثل رادیو و تلویزیون کارهای خود را افزایش بدهند. آنها میدانند با استفاده از چنین چیزهای فقط وقت خود را بر هدر میدهند. 13. فقط در صورت نیاز از واسطه‌های الکترونیکی خود استفاده میکنند. استفاده از واسطه‌های الکترونیکی باید محدودیت داشته باشد، وگرنه ممکن است تمام روز ما را صرف خودش کند. با توجه به این موضوع افراد موفق استفاده از واسطه‌های الکترونیکی را محدود به نیازشان میکنند. 14. هیچ وقت از هدفهای خود دست نمیکشند. هیچ فردی موفق از راهش کنار نمی رود. او با روش‌های مختلف انگیزه خود را حفظ می کند و هیچ کاری را در میانه راه رها نمی کند. 15. به خوبی به حرفای دیگران گوش می کنند. خوب گوش دادن به حرفای دیگران یک هنر محسوب می شود. این هنر به تقویت رابطه‌های اجتماعی آنها کمک می‌کند و باعث پیشرفت آنها می‌شود. 16. تلاش می‌کنند تا همیشه منظم باشند. نظم و انتظام تأثیر زیادی روی موفقیت و رسیدن به هدف افراد دارد. هر فردی موفق سعی می‌کند در تمام زندگی خود منظم و با ترتیب باشد تا تیزتر به چیزهایی که می‌خواهد برسد. 17. به جزئیات توجه میکنند. دقت به جزئیات باعث ایده پردازی های دقیقتر و مثبت‌تر می شود. به همین دلیل توجه به جزئیات بخش از عادتهای روزانه افراد موفق است. 18. بین زندگی خانوادگی و فعالیت کاری خود برابری برقرار میکنند. هر انسان موفق در دنیا باید بتواند برابری زندگی شخصی و کاری خود را حفظ کند. هر کدام از این بخش‌ها اهمیت خاصی خودشان را دارند و نباید نادیده گرفته شوند. 19. همیشه برای هر روز صبح خود برنامه مشخص دارند. داشتن یک برنامه مشخص در صبح‌ها که تأثیری زیاد در دوام روز دارد بسیار مهم است. بیشتر افراد موفق دنیا علاوه بر این که صبح زود از خواب بیدار می شوند، برای ساعت‌های ابتدایی روز خود برنامه مشخص دارند. مثلا همیشه صبحانه می خورند، ورزش می کنند یا روزنامه می خوانند. 20. روحیه شکرگزاری و سپاسگزاری را در خود تقویت می کنند. داشتن روحیه شکرگزاری باعث احساس خوشبختی است. افراد موفق همیشه از دیگران به خاطر کمک‌هایشان تشکر می کنند. شکرگزاری احساسات خوب را تقویت می کند و باعث افزایش شادی در زندگی می شود. 21. فعالیت‌های نامربوط به هدف خود را حذف می کنند. افراد موفق برنامه‌ریزی‌های خوب هستند. آنها می دانند نباید زمان خود را صرف کارهای نامربوط و کم اهمیت کنند و به آسانی تمام آنها را حذف می کنند. 22. روز خود را با لبخند و شادی آغاز می کنند. حتما تا حالا متوجه شده اید که شروع صبح چه تأثیری روی دوام روز می گذارد. انجام کارهای پر انرژی در شروع صبح اولین قدم برای داشتن یک روز فوق‌العاده است. برای داشتن یک صبح پر انرژی می توانید با یک موسیقی شروع یک صبح پر انرژی را آغاز کنید. 23. خوراک خوب و ضروری را استعمال می کنند. خوراک مناسب یک شرط اساسی برای داشتن زندگی سالم است. افراد موفق همیشه به خوراک خود اهمیت می دهند و نمی گذارند خوراک نامناسب سلامتیشان را به خطر بیاندازد. 24. برنامه‌ریزی هفتگی افراد موفق یعنی برنامه‌ریزی یک اصل اساسی برای موفقیت است. افراد موفق همیشه از روزهای تعطیل خود برای برنامه‌ریزی استفاده می‌کنند. برای مثال 1 ساعت از روز یکشنبه خود را صرف برنامه‌ریزی هفته‌ای آینده می‌کنند. 25. هر روز پیاده‌روی می‌کنند.
پیاده‌روی روزانه فایده‌های بسیاری زیاده دارد و نوع فعالیت ورزشی محسوب می شود. بیشتری افراد موفق برای پیاده‌روی خود وقتی مشخصی دارند و هیچ وقت آن را نادیده نمی‌گیرند. 26. سخت‌ترین کارهای خود را زودتر از بقیه کارها انجام می‌دهند. همه افراد موفق به این اصل پایبندند و سخت‌ترین کار خود را اول از همه انجام می‌دهند. 27. روی خط تمام هدف‌های زندگی خود را می‌نویسند. نوشتن تمام هدف‌های زندگی باعث تصویر مسیر پیشروی زندگی می‌شود. اگر شما هم می‌خواهید این عادت را در خودتان ایجاد کنید، یک کاغذ بگیرید و تمام چیزهایی که از زندگی می‌خواهید بنویسید. 28. درآمد و سرمایه خود را تنظیم می‌کنند. تنظیم مالی یکی از مهمترین عادت‌های روزانه افراد موفق است. آنها می‌دانند که باید پول خود را در کجا خرج کنند و در این رابطه از نظر متخصصان این حوزه هم کمک می‌گیرند. 29. خرج بیهوده نمی‌کنند. بیهوده خرج کردن می‌تواند تمام تلاش‌های طولانی مدتی افراد را خراب کند. افراد موفق از این موضوع آگاهند و همیشه مدیریت پول و سرمایه خود را در دست دارند. 30. برای خوشحالی خود به اندازه کافی هزینه می‌کنند. آنها می‌دانند زندگی فقط کار و پول درآوردن نیست. خوشحالی و شادی می‌تواند غذا خوردن در طربخانه مورد علاقه یا بیرون رفتن با دوستان باشد. 31. برای تقویت آرامش به ورزش و مدیتاسیا و یا مراقبه مشغول می‌شوند. همانطور که گفتیم سلامتی روانی اهمیت بسیار زیاده برای افراد موفق دارد. یکی از راه‌های افزایش آرامش ذهن مراقبه و یا مدیتاسیا کردن است. 32. به طبیعت می‌روند و از آن لذت می‌برند. طبیعت منبع الهام و آرامش است. افراد موفق از این موضوع آگاهند و سعی می‌کنند چند وقت یک بار به طبیعت بروند و از زیبایی‌های آن استفاده کنند. 33. به قول‌های خود وفادارند. هیچ کس به فردی که به قول‌هایش وفادار نیست اعتماد ندارد. رابطه‌های اجتماعی و اعتماد بین فرد برای افراد موفق اهمیتی زیاد دارد. به همین دلیل حتماً به قول‌های خود وفادار می‌مانند. 34. رابطه‌های عاطفی قوی و عهد کننده دارند. رابطه‌های مهربانانه نشان دهنده ثبات شخصیت است. افراد موفق همیشه به یک رابطه مهربانانه میمانند و به وسیله آن رابطه‌هایشان را با دیگران رشد می‌دهند. 35. بر روی یک کار تمرکز می‌کنند. انجام کارهای همزمان کیفیت کارها را پایین می‌آورد. اگر می‌خواهید مدیریت زمان خوبی داشته باشید، حتما از انجام کارهای همزمان با هم بپرهیزید. 36. همیشه به دنبال راه حل‌های نو برای مشکلات هستند. ذهن افراد موفق همیشه به دنبال راه حل است. هیچ فردی موفق برای حل‌های موجود بسنده نمی‌کند و خودش راه‌های نوی را می‌سازد. 37. به دنبال تجربیات نو می‌گردند. هیچ کس با قناعت کردن به راه‌های همیشگی به موفقیت نمی‌رسد. یکی از نقاط فرق کننده افراد موفق با دیگران در همین مورد است که افراد معمولی همیشه به دنبال تکرار کردن تجربیات دیگران هستند، اما افراد موفق به دنبال تجربیات نو می‌گردند. 38. مبارزه‌های مختلف زندگی را با آغوش باز می‌پذیرند. افراد موفق می‌دانند مبارزه‌های زندگی همان فرصت‌هایی هستند که آنها در مسیر تغییر و موفقیت قرار می‌دهند. به همین خاطر این مبارزه‌ها را با آغوش باز می‌پذیرند و خودشان را در این مبارزه‌ها قوی می‌گردانند. 39. توانایی‌های خود را تقویت می‌دهند. یکی از عادت‌های روزانه افراد موفق در زندگی تقویت توانایی‌هایشان است. آنها خودشان را می‌شناسند و به دنبال کشف استعداد خود هستند.
آنها هیچگاه از پیشرفت کردن دست بر نمی دارند و سعی می کنند در این راه روی توانایی‌های خود تمرکز کنند. چهلم، به خودشان و توانایی‌هایشان باور دارند. آنها راهکارهای افزایش اعتماد به نفس را دنبال می کنند و به توانایی‌های خود باور دارند. ضروریت خوشبختی در زندگی داشتن اعتماد به خود است. تا زمانی که کسی این حس را در خود تقویت نکند به موفقیت نخواهد رسید. 41. ارزشی بلندی را برای خود دارند. با دست کم گرفتن خود هیچ وقت پیشرفت اتفاق نمی افتد. افراد موفق همیشه برای خود و کارهایشان معیارهای بلندی دارند. این معیارها هم بر اساس توانایی‌های آنان است. هم بهترین نسخه از چیزی که می تواند اتفاق بیفتد. 42. مشکلات را به عنوان هدیه زندگی در نظر می گیرند. همه انسان‌های دنیا مشکلاتی دارند. این طرز برخورد با مشکلات است که بین افراد تفاوت ایجاد می کند. اگر از مشکلات بترسیم یا از آنها فرار کنیم هیچ وقت موفق نمی شویم. به همین خاطر مهمترین افراد دنیا همیشه مشکلات را یک هدیه در نظر می گیرند و سعی می کنند برای آنها راه حل پیدا کنند. 43. مثبت اندیش هستند. مثبت اندیشی یک سبک زندگی مهم است. این نوع از تفکر می تواند نقش بزرگی در خوشبختی و موفقیت افراد داشته باشد. افراد موفق به وسیله مثبت اندیشی دنیا را زیبا می بینند و به آسانی از سختی های زندگی عبور می کنند. 44. داشتن برنامه مشخص روزانه انتظام زندگی را افزایش می دهند. مثلا ورزش کردن یا مدیتاسیون می تواند جزوی برنامه‌های حذف نشده افراد موفق باشد. این برنامه‌های روزانه سلامتی و نظم زندگی را از هر لحاظ افزایش می دهند. 45. احساسات خود را به خوبی کنترل می کنند. افراد موفق برابری منطق و احساسات را رعایت می کنند و نمی گذارند هیچ کدام از آنها تمام تصمیمات زندگی را بگیرند. آنها می توانند احساسات خود را به خوبی کنترل کنند و بهترین راه حل را در برابر هیجانات خود ارائه می دهند. 46. ارتباط اجتماعی بسیار قوی دارند. ارتباط اجتماعی قوی رکن اصلی موفقیت بسیاری از افراد است. این ارتباط به آنها اجازه می دهند که اطلاعات زیاد به دست بیاورند و از حمایت خیلی از آنها استفاده کنند. 47. برای تنهایی خود ارزش قائلند. یکی از عادتهای روزانه افراد موفق لذت بردن از تنهایی است. آنها همانطور که می توانند از کنار دیگران بودن لذت ببرند می توانند زمانهای تنهایی مفید و شاد داشته باشند. 48. همیشه به دنبال آموزش هستند. هیچ فردی موفق از آموزش دست نمی کشد. این دنیا آنقدر بزرگ است که آموزش در آن پایان ندارد. افراد موفق برابر رشد و آموزش خود وقت می گذارند و برای این کار از کتاب خواندن یا دیدن فیلم های آموزشی استفاده می کنند. 49. می دانند که پول همه چیز نیست. درست است که پول نقش مهمی در زندگی دارد، اما تمام زندگی پول نیست. برای رسیدن به موفقیت واقعی باید به تمام زندگی توجه کرد. زندگی مهربانانه و رابطه های انسانی هم همانند پول اهمیت دارند و باید به آنها توجه کرد. 50. تنبلی نمی کنند. تنبلی کردن از بدترین خصلت‌هایی است که جلوی موفقیت افراد را می گیرد. تنبلی اجازه نمی دهد کاری را شروع کنید و در آن موفق شوید. به همین دلیل است که افراد موفق هیچ وقت کارهای خود را به تأخیر نمی اندازند. 51. به نظر دیگران اهمیت می دهند. افراد زیاد به اهمیت مشورت در کارها اشاره کردند. اهمیت دادن به نظر دیگران و مشورت به آنها از عادتهای روزانه افراد موفق است. همیشه استفاده از نظر چندین نفر نتیجه بهتری دارد
پس شما هم این ویژگی را در خود تقویت کنید و هیچ تصمیم مهمی را بدون مشورت نگیرید. 52. افراد موفق انجام هیچ کاری را به تأخیر نمی اندازند. به تأخیر انداختن کارها نه تنها فایده ندارد بلکه احتمال موفقیت شما را پایین می آورد. افراد موفق هیچ وقت بین تصمیم گیری و عمل خود فاصله نمی اندازند. 53. همیشه برای کارهای خود برنامه‌ریزی می کنند. برنامه‌ریزی کلیدی طلایی موفقیت هر فردی است. با برنامه‌ریزی در رسیدن به هدف خود چند قدم پیشتر هستید و مطمئنید که تمام تلاش خود را انجام دادید. افراد موفق از انواع برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به خواسته‌های زندگی خود استفاده می‌کنند. 54. حتما روزی را برای استراحت خود مشخص می‌کنند. بدون داشتن استراحت هر کسی بعد از مدت از کار خود دست می‌کشد. با استراحت کردن انگیزه بیشتری برای ادامه دادن خواهد داشت. به همین خاطر است که افراد موفق بین فعالیت‌های خود یک برنامه استراحتی قرار می‌دهند تا توانایی ذهن و بدن خود را بازیابی کنند. 55. انگیزه خود را با خواندن داستان‌ها و جمله‌های انگیزشی حفظ می‌کنند. خواندن توصیه‌ها و جمله‌های انگیزشی بزرگان به هر کسی انگیزه می‌دهد. افراد موفق این عادت را در خود تقویت می‌کنند تا همیشه با انگیزه باقی مانند. علاوه بر این می توانند از زندگی و توصیه‌های دیگر افراد موفق دنیا استفاده کنند تا مسیر درست را برای موفقیت در پیش بگیرند. خب این بود عزیزان دل رازی 55 برنامه افراد موفق که پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. شاد و مسرور بمانید.